امروز اومدم با آموزش خمیر کوکی وانیلی که من برای تمام سفارشات خودم با این روش درستش میکنم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. مواد لازمی که ما احتیاج داریم: پودر قند، کره یا روغن صاف، آرد، تخم مرغ و وانیل هستش. ابتدا ما داخل کاسمون کره یا روغن صاف رو میریزیم. کره‌ای که باید میریزید حتما باید همدمای محیط باشه ولی آب شده نباشه. روغن صاف این خاصیت رو داره که از این حالت دیگه بیشتر آب نشه. بعد بهش پودر قندمون رو اضافه میکنیم و با لیسک همش میزنیم. بچه ها شما تمام این مراحلی که ما اینجا میخوایم با همزن دستی یعنی با لیسک میخوایم هم بزنیم رو شما میتونید با همزن برقی هم بزنید، ولی من امروز میخواستم که براتون با لیسک هم بزنم تا برای دوستایی که اگه یه موقعی همزن دم دستشون نیست براشون کار راحت باشه. ما اینقدر این رو هم میزنیم تا اینا کاملا بافتشون به خورده همدیگه بره. کوکی های وانیلی که ما درست میکنیم تا 1 هفته داخل یخچال میمونه و تا 1 ماه داخل فریزر قابل نگهداری هستش. زمانی که شما داخل فریزر میذارید میخواید استفادهش بکنید، شما باید کوکی رو نیم ساعت قبلش باید در بیارید و بذارید همدمای محیط بشه و بعد ازش استفاده کنید. ما حدوداً یه 3-4 دقیقه اینا رو با دست با همدیگه مخلوط میکنیم. وقتی که بافتشون کاملا با همدیگه همگن شدن بعدش ما بهش بقیه مواد رو اضافه میکنیم. اندازه های مواد رو من حتما داخل کپشن براتون می نویسم و حتما نگاه کنید. میبینید هنوز یه جاهایش هنوز همگن نشده. نگاه کنید اینجاها هنوز همگن نشده. ما باید بزنیم تا همگن بشه. اگه با همزن برقی باشه خب خیلی راحته، این کار خیلی راحت هم انجام میشه. اونم در حد مثلا 2-3 دقیقه بزنید، 2 دقیقه بزنید کافیه تا کاملا مواد با هم دیگه همگن بشه. خب حالا دیگه موادمون تقریبا با هم دیگه همگن شدن. حالا ما بهش یه دونه تخم مرغی که داشتیم رو اضافه میکنیم. بهش یه مقدار هم وانیل اضافه میکنیم. بعد در حد اینا رو هم میزنیم که برق تخم مرغ از توی خمیر کاملا از بین بره. بچه این خمیر بسیار خمیر خوشبافت و عالی هستش، پس اگه تمام نکات رو با دقت رعایت کنید یه خمیر بسیار خوشبافت و عالی خواهید داشت. حتی اگه بخواید با همزن برقی هم بزنید باید به همین صورت بزنید. زمانی که شما تخم مرغ رو و وانیل رو به مخلوطتون اضافه کردید باید در حدی بزنید، در حدود 1 دقیقه باید بزنید که برق تخم مرغ توی خمیرتون از بین بره. این الان انقدر میزنم تا به اون بافتی که ما میخوایم برسیم. یه نکته‌ای که خیلی مهم هستش بچه ها، شما
خمیر کوکی رو خیلی نباید با دستتون ورز بدید، به خاطر اینکه به روغن میفته و باعث میشه که کوکیتون دفرمه بشه و خراب بشه. پس بهتره که شما خمیر کوکیتون رو با حالا لیسک یا با همزن هم بزنید که بافت خمیر از بین نره. ما این کار رو حدود مثلا 3-4 دقیقه انجام بدیم، بافتی که میخوایم رو به دست میاریم. هر سوالی در مورد کوکی داشتین برای من زیر همین ویدیو کامنتش رو بذارین تا من پاسخ سوالای شما رو بدم. چنلمونم سابسکرایب کنید، شیر کنید، برای دوستانتون بفرستین و اینکه ما از این به بعد آموزش های خیلی عالی و خیلی خوبی قراره داشته باشیم داخل چنلمون. خب نگاه کنید، دیگه داریم به اون بافتی که ما میخوایم داریم میرسیم. برق تخم مرغ داره کمتر و کمتر داره میشه. این خمیر کوکی که من دارم بهتون آموزش میدم بهترین دستور خمیر کوکی هستش که وجود داره. پس با خیال راحت این خمیر کوکی رو میتونید درست کنید. هنوز جا داره که یه مقدار دیگه با دست بریم. ببینید بچه ها، برق تخم مرغ دیگه توش از بین رفته و الان ما یه خمیر بسیار عالی خواهیم داشت. ما تو این مرحله باید آرد رو اضافه بکنیم. ما آرد رو 1 بار الک میکنیم، دیگه نیاز مثل قدیما دیگه نیاز نیست ما 3 بار الک بکنیم. یه کوچولو، یعنی اندازه مثلا 1/4 قاشق چایخوری ما بهش بیکینگ پودر اضافه میکنیم. این کارو که ما انجام بدیم باعث میشه که خمیر کوکیمون موقع پخت ترک نخوره. خب من الان اینجا آردمون رو بهش اضافه میکنیم. برای آردتون حتما لازم نیست بیکینگ پودر بریزید، یعنی اگه بهتون بیکینگ پودر هم نداشتین هم اوکی، ولی اگه داشتین حالا یه مقداری بریزین خب خوبه، اوکیه. یکم کمترش کنم. میبینید آرد یه جاهای حالت گوله داره که با الک کردن تمام اون گوله ها از بین میره. اگه ناخالصی داخل آرد باشه اون دیگه کاملا از بین میره. خب حالا ما اینو آروم با لیسکمون هم میزنیم. اینقدر هم میزنیم تا یه خمیر منسجمی رو ما به دست بیاریم. بخوایم با همزن برقی هم این کار رو انجام بدین بچه ها، اولش زمانی که شما آرد رو اضافه کردین لازمه که حتما با لیسک اولش یه مقداری هم بزنید، بعد همزن برقی رو داخلش بذارید، به خاطر اینکه باعث میشه که یهو تمام مواد یعنی تمام آرد داخل آشپزخونه‌تون یا محل کارتون پخش نشه. پس اینو حتما رعایت کنید.
ببینید اینا داره قشنگ با همدیگه منسجم میشه. من اصلا با دست ورز نمیدم به خاطر اینکه خمیرمون به روغن میفته و موقعی مثلا کار کردن خیلی اذیتمون میکنه. بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا کوکی ها، بعضی از هنرجوها میگن که کوکی هامون مثلا دفرمه میشه یا مثلا حالت خودش رو از دست میده موقع پخت. یعنی زمانی که حالا کاتر زدن یه جور هستش، یعنی یه سایز هستش. مثلا اگه کاتر دایره بود، دایرهشون مثلا 6 بود قطرش، زمانی که میذارن داخل فر و پخته میشه مثلا میشه 6.5 سانت. خب و گاهی اوقات این حالت خوب نیستش. این به خاطر این اتفاق میفته که کوکیتون، یعنی خمیر کوکیتون زیادی شل شده تو دمای محیط و حتما باید خنک بشه و بعدش استفاده کنید. خب میبینید به این حالت شد. من الان یه دستکش میذارم توی دستم و یه مقدار با پشت دستم اینو ورز میدم. خب بچه ها، من دستکش رو پیشیدم، با اینجای دستم خمیر کوکی رو یه مقداری ورز میدم به این حالت که اینا با همدیگه منسجم بشه. میبینید داره منسجم میشه. اصلا با دستم چنگ نمیزنم، فقط در حد این ور اون ور کردن ایرادی نداره. خب ما الان این خمیر رو باید بذاریم داخل یک کیسه فریزر، بعد میذاریم داخل یخچال و ازش استفاده میکنیم. یک کیسه فریزر رو باز میکنیم، خمیر کوکی رو داخلش قرار میدیم. خب ما حالا این خمیر کوکی رو داخل فریزر که گذاشتیم، کم کم شروع میکنیم به باز کردنش با وردنه و سطحش رو کاملا صاف میکنیم. این خمیر ما حدود 20 تا دایره، یعنی 20 تا دایره به قطر 6-7 سانت به همون کوکی میده. ببینید خمیرمون نه ترک داره، نه خمیر خشکیه، نه خمیر شلیه. اگه تمام مواردی که گفتیم رو شما رعایت بکنید، یه خمیر بسیار خوبی خواهید داشت حتما.